چه جالب. گفتم بذار یه چیزی بهتون نشون بدم. این کوه میبینید؟ اینم جاده است، ماشینا. و یه چیز جالبتر از این که ساختمون اینجا برعکس ساختن و که گفته هر کی هم که اینجا میاد باید ماشینشو اینجوری پارک کنه. مگه میشه من این ماشین رو اینجوری پارک کنم؟ من که نمیتونم ماشینم اونجوری پارک کنم. بعدا من اینجوری پارک کردم. ساختمون هم که میبینید اینجوری جالبه که یه ماشین رو فرستن تو ساختمون، صندلی ها تو سقف چسبیده، یه فرغون هم اونجا چسبیده. اگه میبینید ببینید یه فرغون هم اونجا چسبیده و این ورم همچنین. این صندلی ها و نمیدونم. عجب چه جالبه. یه جای دیدنی. جاتون خالی. اینم آب و هوای این کشور آلمان امروز بعد از سالها آفتاب شده.